سلام علیکم. و علیکم بابا جون. بشه که 2 کیلومتر تو گرد دارم. گیپک بله. به تا منطقه خیلی برو بیا نکو. امروز نورالله زنگ زد. کجا نورالله؟ چند تا نورالله؟ همین که براریو گیلا که خوارتور ندادم بریو. بفهمیدی خیشی کردم 2 لک پول دادم. بفهمیدم. امروز زنگ زدم. بفهمیدی که گیلاک برفته بود دام سرامو. بفهمیدی وقتی که رفته بود دام سرا غلفه ما خو از اون منطقه بیامدیم به زی منطقه. بفهمیدی اونو برفتم دیدم کسی نیه. حالی هم که ما به زی منطقه آمدیم بچه تا کوچه میپرسم که اسم پیار تو چیه نگی که جباره. چی بگو؟ بگو اسم پیار من لطیفه. اگه پرسیدم که اسم تو چیه بگو اسم من جمعه. اعتباری نیه یک دم به داخل از این منطقه اگه بیایم بگم که آنه تو بگی که پیار من جبار نام داره و اسم من گیپک بلد بشم میایم در خونه آخی اونا 2 لک پول دادم. آخی اونا 2 لک خو تیر نمیشم مجبورم که بگردم که پیدا کنم مار. زنگ زدم نفهمیدم شما نه. بفهمیدم بابا جو من خود اینو جرباز کردم سر صدا کردم من گفتم اصلا تور نمیشناسم خیلی خود اینو سر صدا کردم گوشیرم قطع کردم. بفهمیدی حتی شماره نورالله هم به لیست رد زدم. بابا یک چیز دیگه شما با قلی میریم یک اسم میگیم عبدالجبار با قلی دیگه میریم مشمندالی با وزی قلی آمدیم عبداللطیف. آخه بچه خوربه گردم 5 باره که طول خوارت و نمزاددار کردم با 5 جا با 5 اسم. حالی هم که به این منطقه که آمدیم جدید آمدیم اسم من باید لطیف باشه. میفهمی چری؟ یک دم دیدی تقدیر حق برفت و باز یک خواسگاردگی آمد به خوارتو باز اینجا که بدیم باز انو رواله پول میستونیم باز تا سری بعدی و بعدی ببینیم چه کار میشه. بچه خوب بگردم آخی. خب بچه خوب بگردم. بفهمیدی اسم تو چی شد و اسم من چی شد؟ علیا. اسم تو چی شد بچه خوب بگردم؟ جمعه. اسم پیار تو چی شد؟ عبداللطیف. عبداللطیف. بچه خوب بگردم خیلی به تعدی من به این منطقه برو بیا نکو. بفهمیدی چون مردم به خاطر از اینکه قطع تو کوتاه مردم مر پیدا میکنم. وقتی که مر پیدا نکردم اگه مثلا از این خیشا مر پیدا کرد و مر به دولت بردم که خبرشم ما به 5 جا قیشی کردیم از این 5 جا پول گرفتیم. ایتا بفهم که باید شاید 50 سال ما برون بندی خونم بندیشون. بگو. بفهمیدی بچه خوب بگردم؟ فقط با تاکوچو تور نبینم بچه خوب بگردم. سیه. اسم تو دیگه جمعه. بازم به خاطر از این تکرار میکنم که حیات تو نره. به چیمه؟ خوبه. سیه. بریم بابا جو به خونه بریم. گیلا چکار شد برار دل مرد بچه کنی زنگ زدی چی رقم بوده؟ برفتن لالا بفهمیدین برفتن برای 10 سال خوشحال خود اونجا برفتم یک بار تک کردم انا دیدم یک بچگاه که بیام گفتن لالا اینجا تک میکنه نمیبینی 10 سال غلفه ایتا مچه ایتا قابل انداخته بیدن انا گفت اگه مرتکه مشمندالی جبار نی از اینجا بار کده بشه برفته. ما گفتم می آمدم شما زنگ زنی یک بار بعد اینیم یک مرتکک دیگه از این ور بیام گفتم لالا همین مرتکک خسور من اینجا ما اینجا دختر از این به من دادم گفتن برا ایت آدمیه ایت اسمی داره ما چون چوره چک بودم چوره چک که معلوم میشد ما نفهمیدیم گما همسایه هم بودیم نفهمیدیم که دختر خود اینجا نسبت دار کرده به تو داده گفتم ها گو چند داده گفتم 30 بالا 5 انا 2 لک بدادیم انا چی بیچی آخه برار خوربه گردم روزی که ما به خسرونی رفتیم همی آدم نگو اسم ما عبدالجباره با اشتنه که همسایه با دیگه اسمی بالی ازی که داشتی چی رقم بودم داستان ازی؟ گفتن اسمش مشمندالی. خب با ما و شما چی گو عبدالجبار درسته؟ خب حال اشتن شده که باز اسم خود مشمندالی که داشته بفهم که حتمی زیر کاسه نیم کاسی بوده دیگه. شما زنگ نزدیم بزرگ؟ زنگ زدم اصلا گمندیو
ما گفتم همین شماره‌تون همین صداتون آخه ما تو دروغ کو تو نمیگم اصلا من نیام اینا میگه تو پرسان میگه دیگه ما زنگ نزنی قول مقال کرد خودم جنجال کرد خب زنگ میزدم مال پرسان میگم برار چونی تو اسمتونه گپتونه تو اینجا نمیشته ای برار خوربه کردم من دوباره گوشی قطع کرد دوباره بهش زنگ زدم شماره من بلست سیاه انداخت دیگه هرچی زنگ زدم گفتم مصروفه میبزر میفهمون که در که دولکم خلاص شد از زنم خلاص شد دیگه نه زن خودی دینی هم دولکم خودی ما دیگه البته دیگه برار خوربه کردم گریه نکو خیر غم نداره اگر من میفهمم داستان همون بچه مامادین اومد شد که 5 سال پیش برای بچه خور نمزاد دار کرد پیشکش بچه خور بداد مرتکب جس برای کار خو خیر حالا کم گریه نکو سایکو چی میگو رد گریه ریاله کو گوش کش چی میگم با تو گریه نکو میگو سایکو با تو چی میگو جان من نبرده به جوال دستان ندادیم مرتکه چی میشناخته آخی من چی فهمیدو یکی از این رفیقا ما گفت اگر من میشناسم اومدیم از این فامیلا یا ما چون چکار اندار هم گم شده همون مال از کجا پیدا کنو کجا برم پولا برفتم من ماستم حالا رد از این گپار یلا کو بیا که بریم جستجو از این آشمینار بلکه از یک جای ما پیدا کنیم برار خوب کردم به گریه و شیشتن و شمرکستان دیگه چی فایده داره همین شماره من بلیست سیاه زد یعنی که من تو رو نمیشناسم تم بر نمیشناسم خب پا بریم قلینا کدو قلینا من قلینا بپرسین دیگه شاید از این سرقله برفته بشم از این سرقله آخ تو که میگی بزو قله نمیشینم دیگه برفتم کن تو نمیگی میته خب بگو مرتکه شاید به این سرقله برم دیگه یک قله یک جا داره اون تو امیر من میگم برار خوب کردم که ما بدبخت روزگار شدیم من بیشتر از این دیگه نمیفهمم بره که در و در شدیم بره انا میلالا بیدک انا میلالا درس انا میلالا بیدک گفت سلام علیکم من نباشه مرا جان یاری لالا صوبی تو بالیا یار هستی بخیر سلامت بالیا برار منه یاری برار بخیر سلامت جان شما جوره یار هستین شکر زنده باشی سلامت باشیم زنده باشیم این برار شما صبح بیامد دم سرا خصول خود در سرای بسته بود ای مشمند علی چی مشمند علی 5-6 روز پیش از گفتم لالا آخی کنوم عبدالجبار بود اشته مشمند علی لالا جو سعی کنه 8-9 ماه میشد کی بیامده بود این سرا تعده همون ای کرا کرده بود و می 8-9 ماه ما با سرمون جزی نفهمیدیم کی کجا چه کاره چی کس بکار داره اشته آدمه اصلا بهم تعدی مثل از این ما ندیدیم یک رقم آدمی بود که ما بیخین به عمر خود ما به این جا ندیده بودم قرار شما به ما بگفت من گفتم لالا جگر ای از رقم از این معلوم میشد که پولکار بگریفت و فلنگ بسته که حرکت کرد لالا تو لگ من بسخ برابرت کار خوب چی فایده حال گریه کردن چی به درد میخوره دیگه قرار شما مشکل داره یلا کورال راد از گاپا گدل ما امیت تکه دیگه دل ما کمی سر خورم می درخ بزنم کمی تکه لالا اگه یک دم اما مرتکه که دیدیم خصوم دیدیم بزو بگین که دومات تو براتم نگشته نامر لالا اگر دیدم اول که سلام بسیاری بزو میگم دیو میام تاش پیشین شاید بیای پیدا میشه پس حالا میای تا پیشین برار خوربه گردم یه استی آدم اتانی به تو میگه مرتکه که برا گم شده کجا پیدا میکنی یا اتانی به تو میگه که یعنی برا خلاص دیگه برار جو اگه برار شما شیرین عقل شما که هوشیارم نام خدا شما هم کسی که نمیشناسیم تا چک نکردین چرا خیشی کنیم خودی ها برار جو ما چی فهمیده بودیم همین حالت کنه به سر ما بیامد دگال همین که نافهمی میشه میته اشتباه میشه کلا شما رو برمیدارم میرم حال تو اگرای با ما نشون ده که ما چیکار کنیم راه یمینه برار جو که دست رو دست نشینیم همین قلعه چهار طرف ما 20 خلو بر 20 خلو بر 20 خلو بر همین تا بگردیم تا پیدا کنیم آخی 2 لگریپه پول بوده کاکایمه خب من چی میگم ما هم گپا میزنم خب من که امیر گفتم بریم همین قلعه چهار طرف ما شاید به می قلعه چهار طرف اوبری بر رفته باشه یک ذرم دور نرفته باشه مینات بگردیم بلکه یکی از بچی و نشونی ها بچی رو بدیم خیلی بچی قد کوتاه کو بدیدیم شما دیگه خدا به پی خیر ما کرده بوده که پیشکش از این مکمل ما نداده بودیم که هار در به در میشدیم تکه میشدیم حالا کو بیخی در به در نشدی خدایی بیا کمیجه بس تکیم بار که موتر از بار بیای
کدی تا بریم مروارید راه همینه دیگه کجا تا بریم این تا بریم همین تا میریم راه همینه مترازی برمیای خب بستقه خدا ما بستقه برم خسر سال خدا ما کجا اون یک موتر بیام سال خوشحال ما مستقه سال خدا ما بالا دل ما بریم بفهمم لالا چی ماه؟ هیچی برارمه یک خانوالای نو به شیشتنی به این منطقه شما نماده نه لالا خدا میدونه بابا لالا کجا برفته این لالا میگه نه لالا برای جسه که شما از این قلعه بله او ایتا به چی خوردی داره به اسم گیلک چلچلی از تو کلونتره ایتا به سند خود کتتر درسته لالا 18 سال و 3 ماه سند نمونتو خودتکه کیه ایتا نمالن که بیان به سرای گیرو کنن یا کرایه کنن مثلا بیان بشینم به نظر ما برار خوب گردم تا محافظه خب پاک دست بدادی به خاطر که خسور تو گم شده گیلک نیه گیپاک اسم از او آها من نفهمیدم لالا به کل از بیدم تا حالا من گیت شدم من اسم خود میگم به اسم گیپاک برار اسمم به چگه گیپاکه نه لالا خیره دسته ایت پریشون هستی هیچی برار خور بگردم پریشونی بدبختی دربدری همی برار خورما به زو غله نمزاددار کردم هی برار چی بگم 2 ماه میشه به صرفاتی دست از این 2 لک روپیه پول بگذاشتم انال خسار گم شده همی تا در به در برای میگردیم کور پیدا کنه خیلی جالب اول اونا نمیشناختین خیشی کده نه لالا اگر میشناختم چری تا بدبخت میشدم بریم لالا بفرمایید خونه چاش هم هست نونه چای خیر بینی برو سلامت یک جان تشکر آه بریم لالا میشه گوشنه مسلمان میگه نون چای بریم برار خور بگردم بریم خیر بینی برو بریم که ما بگردیم پیدا کنیم